با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. چرخنده هستم. آره دیگه الهام، اومدم بهتون بگم که عزیزان، من و شوی سومم، آره دیگه سوم، دیگر اینجا زندگی نمی کنیم. ساکن عراق هستیم. الان 3 ساله که ساکن عراقیم. آره والا، من و عباس خامتم یه خود بچه سالم هست، تفلک. خب آره دیگه، یه خود خروس جوون دیدین اون شکلی. آره، در عراق داریم زندگی میکنیم، چرخانده داریم میریم. راستشو بخواین عزیزان، دیگه از این شکلات خوردن و آش خوردن خسته شده بودم. دیگه آدم تا چقدر میتونه شکلات بخوره، آش بخوره؟ خیلی شکلات و آش و اینا داشتیم میخوردیم. تصمیم گرفتم که خانواده‌ای به هم بزنم، منم خب به زندگی چیزی برسم دیگه. و همجوری گفتم که این عباس قامت من، یادتون میاد که بعدش کوکو پخته بودم، گفتم داستانشو. کوکو پختم، اون خورد، عاشق شد. خدای توبه. این عباس قامت من که گفتم سنشم کمه، بچه سال، این الهی قربونش بشم، اینا با اجازه آقا انجام شد. ایشون مطلع هستن. یه مقداری برای این که ما این زندگی رو بالانس کنیم و این فرق سن رو بتونیم بالاخره یه جوری کنار بیایم در زندگی معمولی و زندگی زناشویی. خود سنش خیلی کم، بچه سال گفتم. با چند تا از این دکترای کافر در عراق صحبت کردیم. آره دیگه، کافران اونجا هنوز هستن. آره، و گفتن که خب بالاخره در تهیه قرص‌های هورمون هستن، نه قرص‌های واکسن کرونا اینا که دارن آماده میکنن. در مقابلش گفتن که شاید بتونن یه قرص‌های هورمونی هم درست کنن که ما بتونیم این چیز سنی و حرکات و رفتار خاکدوسری رو بتونیم بالاخره یه جوری باش کنار بیایم. آره دیگه. و البته همجوری که مطلع هستید شما ملت نمک نشناس، خیلی فضول هم تشریف دارید. زود گنده کارش در اومد که این عباس قامت بچه سال من، خروسک من، امامش سفید بود و تا منو گرفت شد سیاه. خب عزیزان، یکی از جوایز منو گرفتن خب همینه دیگه، امامه سفیدی میشه سیاه. البته ما شطرنج باز خوبی هم هستیم ما که شما ملت نمک نشناس. گفتم حالا زیاد خوشحالم نشید. این عباس قامت من، خروسک من، الان مأموریت داره عراق، برای همین 3 سال اونجا هستیم. حالا شاید برگشتیم، کار خدا رو چه دیدین. البته اونجوری که پوش داره میاد، همه دارن جمع میکنن و دارن میان همسایه‌مون میشن. شدیدین که معامله قرن و خاورمیانه داره عوض میشه و بالاخره اتفاقات عجب غریب داره زیاد میفته. ما که فکر نکنیم برگردیم، فکر کنیم همه عراق دیگه اونجا بمونیم. خب دیگه از هند بهتره که فکر کنم الان باید مثلا کوچ میکردیم میرفتیم هند، اما عراقیم و فکر کنم دیگه ایلو تبار دارن همه میان و به جمع ما میپیوندن. البته ما به چرخش خود ادامه خواهیم داد، ما چرخیده خواهیم رفت. منه که عباس خامتم شب و روز داریم میچرخیم. چطونه با؟ خب تازه عروسم، اونم تازه خروسه. با این چی دیگه، گفتم این خبر رو بهتون بدم. ما فعلا رفتیم و گفتم اگه دلتون تنگ شد بدونی من عراقم، رفتم اونجا رو هم آباد کنم. امیدوارم که دعای شما پشت سر ما باشه. فعلا خداحافظ تا اخبار بعدی. خدا رو چه دیدید. Good day. راستی دوستان، یادتون نده این ویدیوهایی رو که من براتون درست میکنم شیر کنید، سابسکرایب کنید، اون دکمه رو فشار بدید که نوتیفیکیشن بیاد
یادتونم باشه من از این ویدیوها $2000 و $3000 مثل بعضی ها در نمیارم، مجانیه. میبینید که نه ادورتایزمنتی هست نه هیچی، من فقط برای خنده شما دارم این کارا رو میکنم. پس خواهش میکنم شیر کنید، سابسکرایب کنید، به دیگران نشون بدید، کمی بخندید، دلتون باشه. برم عباس خامتم منتظر به کوک سبزی بپسم. بله خداحافظ. مرسی، ممنون، قربون شما فرشته هستم. بای.